الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. خدمت خواهران و برادران و همه عزیزانی که در تاجیکستان زندگی میکنند، ملت شرافتمند تاجیکستان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آیا تا حال فکر کردیم هدف از خلقت ما انسان ها چیست؟ ما را الله سبحانه تعالی به خاطر چی خلق کرده؟ به خاطر چی به دنیا آمدیم؟ آیا فقط به خاطر خوردن، به خاطر نوشیدن، به خاطر خوابیدن؟ اگر هدف از خلقت انسان و هدف از زندگی اکل و شرب و خوابیدن باشه، یا تنها فکر کردن در قضایای شهوانی باشه، این اعمال را حیوانات هم دارن. حیوانات میخورن، مینوشن، میخوابن، تولد و تناسل دارن. اما هدف از خلقت من و تو مسلمان چیز دیگر است. مخاطب من، یعنی تو عزیزی که در تاجیکستان زندگی میکنید و امروز دشمنان میخواهند با انواع مختلف تو را از هدف اصلی که الله سبحانه و تعالی تو را خلق کرده تو را دور بدارن، که او هدف اصلی معرفت به الله سبحانه و تعالی است و عبادت پروردگار عالم است. الله سبحانه و تعالی میفرماید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم الا که مگر اونها عبادت کنند، عبادت پروردگار خیش را داشته باشند، معبود خیش را بشناسند. پس بناهن وقتی که هدف از خلقت را فهمیدیم که عبادت هست، عبادت ما باید موافق به شریعت مقدس اسلام باشه. باید نماز ما، روزه ما، زکات ما، حج ما، همه برنامه‌های عبادی ما باید برگرفته از قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. و برای قبولیت عبادت دو چیز شرط هست. برای تو خواهر مسلمانی که در تاجیکستان هستی، برای تو برادر مسلمانی که در تاجیکستان هستی، هر عزیزی که در هر گوشه از دنیا صدای مرا میشنود، به خاطر قبولیت عبادت دو شرط گذاشته شده. یک شرط اینه که عبادت ما موافق به طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. نماز ما مثل نماز رسول الله، روزه ما مثل روزه رسول الله. یعنی عبادت ما عبادتی باشه که کاملا پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. یعنی به عبارت موجز و خلاصه، شرط اول اتباع از نبی کریم صلی الله علیه وسلم. شرط دوم اخلاص هست که در عبادت ما اگر اخلاص بود، متابعت از رسول الله نبود، و اگر متابعت بود و اخلاص نبود، و پیشگاه الله سبحانه و تعالی قبول نمیشه. ملت شرافتمند تاجیکستان، باید اعمال ما کاملا موافقت به اعمال نبی کریم صلی الله علیه و سلم، و همچنین در اعمال ما باید اخلاص کامل باشه که مخلصین له الدین بگردیم. پروردگار عالم همه خواهران و برادران تاجیکستان ما را در حفظ و حمایه خود داشته باشه و الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که هدف از خلقت خود را بفهمیم و بدانیم. به فرموده آن عارف بزرگوار که میگوید: ای برادر، تو همین اندیشه ای. توجه باش که عقل و فکر خیلی رول داره و خیلی مهمه. ای برادر، تو همین اندیشه ای، ما بقا استخوان و ریشه ای. این
جسم ظاهری ما را فریب نده، این قیافه ظاهری ما را فریب نده. الله سبحانه و تعالی نظر میکنه به اعمال انسان و به قلوب انسان، چگونه قلبی داری و چگونه اعمالی داری. الله اعمال همه ما و شما را خالصانه و مخلصانه بگردانه و ما را پیرو واقعی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشه. تا قسمت بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران قرار خواهم گرفت، همه شما را به ذات یگانه می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.